السلام علیکم تماشابینان صفحه فیسبوکی و صفحه یوتیوب همکاران پیشگیری سیل. اینک صحبت نوبتی ما در موضوع بیماری سیل با یکی از شخصانی از بیماری سیل شفا یافته، دقیق ترش با استاد محمدی صدیقov است و ما خواستیم در این صحبت اطراف شفایابی این شخص، اطراف مشکلات و مانع‌ها در دوره طبابت و دیگر پهلوهای مربوط صحبت کنیم. خوش آمدید اکای محمدی و دفتر کاری همکاران پیشگیری سیل در تاجیکستان و بسیار سپاسگزار هستیم، خرسند از این هستیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید و راضی شدید که داستان شفایابی خود را با ما گفته باشید. و سوال نخستین من هم این بود که برای شما بیماری سیل چی بود؟ یعنی هر کس در تفکر خودش، در تصور خودش هر گونه معنی داد میکنه بیماری سیل را. یکی وبا میگوید، دیگری درد و دیگری هر گونه است. یعنی به اندیشه شما، به تصور شما بیماری سیل چی گونه بود؟ اول سلام علیکم به همه شما، به همه شخصانی که ما رو تماشا میکنن یا گوش میکنن. بیماری سیل اساساً وبای عصر هم گوییم خطا نمیکنیم. وقتی که سال 2020 22 اکتبر سال 2020 تخمینا هر گونه تا همون دوره بهولی، بیمارداری، خستگی، خب لاغرشوی، کم شوی وزن، همین حالت‌ها با من دیده میشد. سلفه این مقصد درو دراز دوام کرد. راستی نمیدونستم که مقصد من به همین بیماری دچار هستم یا که این بیماری چه خیلی نشانه‌هاش هم نمیدونستم. از همین خاطر خب من با مرکز طبی مراجعت کردم به همون ناحیوی. خب در اون ناحیه وقتی که معالجه کردن، تشخیص دروندن، دیدن گفتن که شما باید که تشخیص رنگینی، یعنی که قفس سینه تا تشخیص رنگ گذرونین، یعنی که چی شیشه را از نظر گذرونین که بعدا ما با شما مقصد توصیه میدیم، توبات میکنیم. رفته وقتی که تشخیص رنگینی گذروندم، اومدن نشون دادم، گفتن که شما یعنی که در 6 تن خنکی دیده می شود. حالا که شما واسه مقصد خنکی گرفتگین باید که توبات کنین. بعدا رفته مراجعت کردم. خب با دیسپنسری نوع فرخور مراجعت کردم. وقتی که دیدن بر اومدن، خب ما رو گفتن که شما باید که هر چیز زودتر توبات خود رو گیرید. یعنی تشخیص گذاشتن که بیماری سیل هستید؟ تشخیص دادن، تشخیص بلغمی گذروندن. خب دیدن، نگفتن که شما مقصد بیماری سیل هستین. تا حال نمیدونستم مقصد بیماری سیل چی است. من تصورات هم نداشتم، نمیدونستم. وقتی که من با مرکز سلامتی روان کردن، رفته وقتی که نیو کردم، در حقیقت بیماری سیل است. وارد شدم. خب در اونجا گفتن که با تبلیت کوایی هسته که مقصد قیمت بها هستن از دیگر مملکت ها و شما وارد می شود. این قیمت هست مقصد ما از بودجه دولت همچون رایگان و شما مقصد پیشنهاد میکنیم، شما استعمال میکنید. در اینجا بیستری شده مقصد به خونه نمیرید، چون که مقصد در خونه وقت توبت هر گونه کار فعالیت هر گونه مشکلات پیدا می شود. در بیمارخانه بیستری میشین، مقصد تحت نظارت دکتر میستید. خب وقتی که رفتم در اونجا دکتران غمخوری زیاد من رو قبول کردن. خب یک کاملت علوهیده بیستری کردن. خب توبات رو آغاز کردیم. مخصوصا همون تبلیت کار استفاده بوده، با بعضی داروهای ایلوگی توصیه دادن، اصلا خریداری کرده بردیم. خب توبات رو شروع کردیم. در ادامه توبات یعنی که شخص وقتی دیدم بیماری سیل هنگام وارد شدن، یک رو هفتگی در من دیده شد. چون که گفتم بیماری سیل، من حیران شدم. مقصد میشنیدم که مقصد نمیدونستم توبه شونده شد.
وقتی که رفته دیدم خیلی دستورالعمل را گرفتم، کتابو را گرفتم خوندم. یکی سفرم یک کتاب داشته است، یک چند کتاب دسترس کرده خوندم، دیدم که بسیار شخصی هستند که از این بیماری سیل شفا یافتند. با یک روحیه، یک قوت نیرو با من علاقه یک احساسات بلندتر شد، راه افتادگی من از بین رفت، مقصد دل بی‌حضوری هم از بین رفت. من خوشحال شدم که مقصد چنین شخصا هم با این بیماری دچار هستند، شفا یافتند در وقت توبه. ببخشید، بیماری سیل شما کدام شکل بیماری سیل بود؟ شکل حساس. شکل حساس بود. بله. شما مدت چند وقت در بیمارخانه بستری بودید؟ مدت 3 ماه. 3 ماه در بیمارخانه و چند ماه دیگر در خانه طبابت گرفتید؟ باقی مونده یک 4-5 ماه دیگر، نه که حالا که من در وقت شفایابی بودم، مقصد همون میکروباکتری که مقصد بودن اونها من اخراج نمیکردم، از این خاطر مرا به خانه روان کردن و در توبت الهی قرار داشتم. در دوام توبتون چی مانع ها بود از جهت خود بیماری یا که از جهت دسترسی به خدمت رسانی های طبی یا که دیگر پهلوها؟ اساسا اول بگویم که در طبابتون چی مشکلی داشته؟ در طبابت شخصی، در خودتان، در شخصی خودتان چی مشکلی داشته؟ در اعضای خانواده، در اطرافیان، دوستان، همکاران و همسبقان و دیگر شریکان و آشنایان چه مشکلات داشته در وقت طبابت؟ نه، اگه مشکلی نبود. مشکلی تنها در اون است که طاقت پرطاقتی بودن، طاقت کردن با طبابت مقصد خوب، یعنی که مشغول شدن، طبابت خوب قبول کردن. وقتی شخص خوب طبابت قبول کرد، با پرگی گفتم میتونم که از این بیماری شفا می‌یابد. این بیماری نیست که مقصد تمام بیماری ها خطرناک هستند. تمام بیماری ها اگر شخص مقصد اهمیت ندهد، دقت ندهد، مقصد از ندونستن، از نفهمیدن، تمام بیماری ها شخص رو مقصد از بین میبرد. بله. در اطرافتون داغگذاری نبود نسبت شما، مثلا طعنه و ملامت که گرفتار بیماری سیل شده است یا همسایه‌تان این گونه و داغگذاری رو برو نشدید؟ راستی من این چیزا با خود نشنیدم، لیکن خیلی ممکن باشد بعضی شخصایی هستند که از ندونستن، از نفهمیدن این بیماری این خیلی است، خیلی هر گونه واهمه ها مقصد خیلی میشود. بعضی شخصایی هستند که نمیدونن این بیماری چه خیلی است، با اون چیز مقصد سر و کار ندارن، نمیفهمن، از همین خاطر میگه خطرناک است، این خیلی است، اون خیلی است. از همین خاطر ممکن از پس من گفته باشم، لیکن من با اون دقت نمیدادم. با کدام خاطر؟ با خاطری که مقصد همین بیماری خودم خوندم، دستورالعمل را خوندم، کتابا را خوندم، فهمیدم که توبه شونده است. توبه شونده است. همین خاطر دیگر من یگون مقصد مشکلی نداشتم. کسی چیزی گفتم میگه گفتن گرفت. چون که من دیگر شخصی مقصد خوندم، میدونستم که مقصد میشه من آهسته آهسته با توبه شفا یافته هستم. از همین خاطر دیگه من یگون کسی گوش نمی‌کردم و هیچ کس دقت نمی‌دادم که مثلا من دیگه هیچ کس در پیش من نگفته است که مثلا شما می‌خواید بیماری هستین، شما مثلا این خیلی هر گونه گپا نشینه. من رو بسیار خوب. در مسئله خدمت رسانی طبی چی در وقت دسترسی داروها یا که مناسبتی طبیبان با شما یکم مشکلی نبود؟ نه، مشکلی نبود. من شبران میکنیم که در مثلا تاجیکستان سویبستان قرار داریم، در تنجی امانی است. وقتی که وارد شدیم تمام اون شخصانی که با توبت رو به مثال قبول کردن مهربانی کردن، یگون سخن پست و بلند نگفتن، با خوراک گرم تامین کردن در اون بیمارخانه. خب همون سر وقت سوزن داروها رو میگذروندن، یگون مشکلی نبود، تمام غمخوری میکردن، مثلا نبود خیمونی هم. واقعا بسیار یک نکته جالب است تماشابینان عزیز. واقعا این چندمین صحبت ما هست که ما از شخصان شفا یافته میپرسیم که واقعا در مناسبت طبیبان با شما چی بودن، خدمت رسانی طبی چگونه بود نسبت شما. باری نشده است که ما جواب منفی گرفته باشیم. همیشه از طبیبان تشکر میگویند، همیشه از طبیبان راضی هستند و همیشه
همصحبتانی ما میگن که مناسبت طبیبان، مناسبت همشیره ها، مناسبت تمام کارمندان طب با اینها بسیار صمیمانه بوده است، بسیار با درجه بلند انسانی، انسان دوستی بوده است. واقعا هم احسن به طبیبان ما که همیشه دستگیر هستند و این هم یکی از کلیدهای شفایابی هر شخص بیمار است، وقتی که طبیب با تبسم، با مناسبت خوب، با چهره گشاد با بیمار صحبت میکند، دوا میبخشد. و من نیز از همینجا ایستاده به تمام طبیبان تاجیکستان و طبیبان جهان عرض سپاس میگویم. و در اینجا من میخواستم بپرسم که خب گفتید داروها دسترس است، خب مناسبت طبیبان خوب است، چی باعث میشود که باز هم آدمان به این بیماری گرفتار میشوند و هنوز هم رنج میکشن از همین بیماری؟ به فکر شما چی نمیرسد؟ باز من میدونیم که مثلا تمام داروها رایگان داده میشوند، تمام تجهیزاتی که باید بیماری سیل رو تشخیص کنند در تمام گوشه و کنار کشور هستند، طبیبان مشفق و بلند اختصاص هستند، باز چی نمیرسد که باز مردم به این بیماری گرفتار میشن به فکر شما؟ البته من وقتی که دیده بار اومدم، وقتی به این بیماری دچار شدم، بعد کتاب دستورالعمل کتاب بسیار خواندم در این بیماری، در این باره، و یک مقاله دیگه هم نوشتم که مقصد در همین شخصان با همین چیز به پروایی میکنن به چی؟ مقصد این بیماری اصلا با شخصان دچار میشوند که با غم و اندوه بسیار مقصد گرفتار هستند. سطح پس بدن کم مقصد اویله وضعیت زندگی، پس زندگی، این مانع‌ها یعنی که چی هستند؟ در مواجهت ملتی مثال در جایی که خنک است، در جایی که مثال میگیم بسترپناه هستند، این تاثیر میرسونند. یک خنکی بگیم، این خنکی وقتی با ارگانیسم انسان وارد کشید، البته یگون ضرر خدمت میرسونه با شیش یا با گرده یا با دیگر عضوهای انسان ضرر خدمت میرسونه. لیکن از همین خاطر در تاجیکستان ما مثلا شخصانی هستند که به همین چیزا دقت نمیدهند. مثال اگر شخص پیوسته خوراک، مثال خوراک‌های سرغذا خورد، خوراک‌های مثال هر خیلی استعمال کند، این هم یک پیشروی، یک توبت می ارگانیسم مبارزه می‌برد با این بیماری. یک راهش پیشگیریش مقصد شخص باید که خوراک‌های سرغذا استعمال کند، بعداً خب خوراک‌های هر خیلی استعمال کند. من اگم یک راه پیشگیریش وقتی که مثال ارگانیسم پر قوت کشید، انا همین بیماری را مقاومت میکند، مقصد مغلوب میکند. انا که شخص وقتی با هر فکر عقیده و با هر گونه مقصد میگیریم رافضا میشود، یا مثلا زیق میشود، یا مثلا نداری پس بدن زندگی، یا مثلا میگه یگون حادثه رخ میدهد، یا یگون واقعه میشود، پیوسته انسان غم و اندوه، فکر و عقیده بسیار میکند در اون باره. مثال میگه من چه خیلی میکنم، یا مثال میگه پول به دست بیارم، یا که مثال میگه چه خیلی کنم که یگون از همین سبب وقتی شخص غم و اندوه در گرفتار شد، ارگانیسم پایمرده میشود، آهسته آهسته همون میکروباکتریا ها غالب میبرند. یک در همه ارگانیسم ما مقصد هست همین میکروباکتریا ها. ممکن که در بسیاری همین آدما باشد، لیکن همین میکروباکتریا فقط وقتی میکنن، زمانی میکنن که مقصد همین ارگانیسم ضعیف هست، بعد رو میزنند. رو میزنند شخص مقصد از بین مقصد آهسته آهسته همین بیماری مقصد رو میزنند. وقتی که ارگانیسم پرقوت که باشد، مقصد شخص خوشحال باشد، دویمو با هر گونه کارهای مقصد وقت خوش باشد، خوراک‌های سرغذا خورد، مقصد در جای تازه، هوای تازه سیر گشت کند. این هم یک توبت است. یک هوای تازه. وقتی که مثال میگه در این خانه باید که در یک شب روز تست 2 ساعت پس یا ساعت پس همین هوای خانه رو عوض کردن روزی. یک چی پیشگی توبت است. خوراک‌های سرغذا خورد. این هم یک پیشگی توبت است. با غم و اندوه بسیار گرفتار، مقصد فکر نکند بسیار، با هر یک این کار اون کار فکر بسیار نکند، مقصد وقت خوش باشد یک توبت است. همین راه ها مقصد میتواند که انسان توبت کند. لیکن اگر میگویند که خوراک های مقصد میگیریم غیر
گوشت جایره و حیوان‌های هستن کو بله مثلا سنگ پوشت دیگر مثلا سگ دیگر چیزا یا با مقصد دوا نمیبخشن تو انا همون تبلت که انا همون چیزایی که مثلا میگیم طبیب ما پیشنهاد کردگی هستن همون اگر ما استعمال نکنیم مقصد ما شفا نمیابیم باید اگر که ما استعمال کنیم طاقت کنیم فقط طاقت میدونم بعضی شخصان هستن که یک خیلی یک باشید دو باشید طاقت نمیکنن میرم به خونهشون به هر کار مشغول میشن البته این فکر میکنم که به ضرر خود اطرافیان و اهل مقصد جامعه است پس شخص بپروی کرد و میش میشن بله تماشاگران عزیز ببینید باز هم سری همین چیز تاکید میشود که طبابت خلقی هیچ گونه بیماری سیل را از بین بردن نمیتواند سخن از زبان لقمان خوش است میگن سخن را از زبان شخصی شفا یافته خودتون شنیدید و لطفاً وقتی نشانه های بیماری سیل را در خود یا نزدیکانتان احساس میکنید یا مشاهده میکنید هیچگاه به خود معالجه کنید دست نزنید سراغ جیره و گوشت سگ و گوشت خرس و سنگ پوشت و دیگر نروید داروهای رایگان داده میشوند کورس طبابت را پر راه به تنفس پسی سر کنید خدا خواسته باشد همگی شفای کامل مییابید و سوال دیگری منم این بود که امروزها چگونه است امروزها کار افتادگان یا شخصانی که مثلا در خانوادهشان بیماری سیل دارن یا که بیماری دارن که به همان مانند است مثلا سرفه زیاد دارن که مثلا بیماری سیل نیست دیگر بیماری شوش است لیکن میترسن یا که از همون شبهه برده باره شده است که به شما مثلا مراجعت کنن از شما مصلحت پرسن پیشتر گفتم که مقاله نوشتم انا مقاله درج کردم گفتم که مقصد شخصی که سلفه بردم از 2 هفته زیاد سلفه زد شخصی که مقصد در او کمشای وزن دیده می شود انا همین مقصد حالت ها در شخص دیده شود حتما باید که مراجعت کرد برای مرکزهای تشخیصی و رنگینی و تشخیص مقصد بلغم اصلا سپورت از نظر گذراند در مقاله قید کردم در البته هم نوعی فرقور علاقه دسترس کردم خوندم دیدم میدونم انا همین چیز مقصد به پرموگی در بسیار کارخانه ها در بسیار میگیم جای جمعیتی من وقتی توجه میکنم علاقه میدونم که اون شخص با هم بیماری ممکن که نزدیک که مثلا بیمار باشد لیکن خودش به پرواز اهمیت نمیده این به ضرر هم خودش است هم مقصد اهل اویلا هم اطرافیان این ضرر به نهایت مقصد کلون است که همون شخص از ندونستانش مقصد نیاکنگی ضرر میرسوند انا که با او اگر که دیدم توصیه میتونم که مقصد رفته بود نمیگم تو بیماری سیلی رفته میگم از همون تشخیصی رنگینی گذار کو مثلا یک طبابت که خطا دیده برو مقصد البته این بیماری طوری که شناس شدم مقصد شخص اگر که طبابت پورا گیرد سر وقت گیرد حتما باور دارم که شفا مییابد شخصا خودم وقتی گرفتار بودم مدت 10 ماه قریب بگیم در همین طبابت قرار داشتم حاضر تمام کارا میکنم تمام مثال آموزگار هستم یگان مشکل نداره نه مشکل ندارم تمام کارهای وزنی میکنم و گفتن که مقصد کار وزنی ممکن نیست نمیکنم مقصد ما تمام کار در خانه خواجگی پیدا میشود اون کارو مقصد میکنم یگان مشکلی یا که یگان میگیم درد یا که یگان سلفزنی هم دیده میشود تمام مقصد خوب است بهترین توصیه های شما رو در آخر برنامه انتظار هستم توصیه شما یکم برای شخصانی که عین حال در طبابت قرار دارم و دوم توصیه های شما به کل مردم کشور توصیه من همین است که مقصد شخصانی که در بیمارخانه بستری هستند بسیار فکر نکنند بسیار فکر اندیشه های نکنند که مقصد ما این بیمار هستیم ما این خیلی هر گونه فکر رو در سرشون جا نتیم حتما مقصد وقتشون خوش بگیرن طبابت پورا سر وقت پورا گیرن خب از خوراک‌های سرغذا استفاده برن خب همه وقت خودشو با مثال میگن دقت دیدن که مثال در این وقت هست زمستان که است
مثال لباس‌های گرم پوشن، بله جای مثال سر گشت جاهای تازه سر گشت کنن. بله از همین خاطر شخص حتما میدونم که مثلا توصیه میدم که همین کارا اجرا کردن شخص حتما توبه می‌یابد. بله چون که وقتی شخص خودش رو وقت خوش میگیرد میگرد میخواند و مثال میگیریم احتیاط میکند از جایی مثال میگیم با خنکی ها بسیار آبی خنک نمیخورد یا که مثال میگیم یکون چیزای خنک استفاده نمیبرد گازنو مخصوصا چای گازنو که هستن که در بازارها استفاده میبرند انا همون استفاده باری در حال همون لحظه ضرر خشن میرسونه و توصیه میدم که آدمی چای گازنو عموما استفاده نبرند چون که شخصی که اگر با همین بانوی سیل مثال گرفته باشد مخصوصا همین چای گازنو به حد تاثیر خود میرسونه. اگر همین چیز رو مثلا احتیاط کنن یکون مشکلی نیست، همتون مثلا کلمه که با این بیماری دچار است حتما شفا می‌یابد، باز از پای کار و زندگی فعالیتش دوام میده. فقط طاقت اراده مستحکم داشتن. و توصیه شما برای مردم کشور چیست؟ توصیه من همین است که مقصد همه وقت کسی که همین شخصا رو میبینن، مقصد همین شخصانی که به همین سلفه قرار دارن یک مثال بگیم لغرشایی داشتن رفته مراجعت کردن سر خود توبه یابن، هم خود هم اطرافیان هم مقصد جامعه را با این چیز گرفتار نکنن، همه وقت پیشروی کنن. تشکر زیاد، بسیار یک صحبت خوب و صمیمی بود. واقعا خیلی درس های نو گرفتیم برای خود، خیلی چیزها رو آموختیم از شما و امیدوار هستیم که تماشابینان ما هم از این صحبت ما سود برداشته باشند و برای شما باز هم اظهار سپاس میکنیم. تشکر که مهمانی ما شدید. رحمت. دوستان عزیز، این بود صحبتی نوبتی ما در اطراف بیماری سیل با یکی از شخصان شفا یافته استاد محمدی صدیقوف در باره بیماری سیل داستان شفایابی آن کس بود و امیدوار هستم که از صحبت ما سود برای خود، برای نزدیکان خود برداشته باشید. تا صحبت های دیگر، خدا نگهدار.